اگه از این دستگاه‌ها داخل باشگاهتون ندارید نگران نباشید. یه آموزش براتون آوردیم که جایگزین اون دستگاه هست که تو باشگاه خودتون با یک دستگاه کراس اوور میتونید اینو بزنید و کافیه یه دونه از این قلابا داشته باشید. ولی اگه باشگاه نمیرید، توی منزل یا محل کار در واقع دوست دارید این حرکت رو انجام بدید و همچنین عضلات ساعد، مچ و پنجه‌تون ضعیفه، چند تا پیشنهاد دارم براتون از جیم پوش. یکی این قیچی مچ ساده است، یکی هم این قیچی مچ شماره انداز با کیفیت بالاتره. هر دو تا 10 تا 60 کیلو متغیرن، اما نسخه بعدیش که محبوب ترینه در واقع بین در واقع کسایی که خیلی رو ساعدشون متمرکزن، این قیچی مچ 150 کیلویه که واقعا زور زیادی میخواد درجه آخرش. ولی خب خبر خوب اینه که قابل تنظیم هست و شما میتونید با این وسیله تقویت کنید که مچ‌هاتون رو، ساعدتون رو و یک دستای رگدار رو قوی بسازید در جیم پوش. حتما ما رو فالو کنید و این رو میتونید از پیج ما تهیه کنید.